این سوالیه که میتونه تو آزمون تیزهوشان مال نمونه دولتی مطرح بشه. سوال گفته که این سه ضلعی BAC مثلثی قام‌الزاویه است و این 4 ضلعی داخلش مربع و این مثلث با این مثلث متشابه BN 9 و BC 4. مساحت مربع داخل چقدر؟ برای اینکه ما دو تا شکل رو که متشابه هم مقایسه کنیم باید دقیقاً زاویه های برابرشون دقیقاً در یک راستا باشه، یعنی دقیقاً باید وضعیت برابری داشته باشه که ما اون دوتا رو مقایسه کنیم. این مثلث رو اگه ما بیایم بچرخونیمش به این شکل در میاد که این 9 و این MN این هم B، این 9 و این هم X. ما این Z و X میگیریم X و این هم به همین شکل این هم همین کار میکنیم که اگر ما بیایم برای این شکل این کار رو انجام بدیم این 4 اینجا میفته و این X اینجا میفته. این E است و این C، این هم F. شما باید مقایسه کنید بگید دقیقاً این زل با این زل متناسبه، یعنی ضرب در یه عددی شده این یا تقسیم بر یه عددی شده و این هم با همین متناسبه، یعنی اگر این تقسیم بر 2 شده این هم باید تقسیم بر 2 شده بشه. حالا باید چجوری X رو به دست بیاریم؟ میگیم یه تقسیم میزنیم، میگیم این تقسیم بر این برابر این تقسیم بر این، چون متشابه هم X تقسیم بر 4 مساوی با 9 تقسیم بر X. حالا این یه کسره که باید ما طرفین مسطحه کنیم و X رو به دست بیاریم. از این رو X ضرب در X برابر با 9 ضرب در 4 X2 برابر با 36 X برابر است با 6 X برابر است با 6 پس مساحت این تو برابر است با 36. این سوال از مؤسسه گزینه 2